ما برای موادگذاری پودرمون دو نوع قلم داریم. یه نوع قلم اشکی داریم که معمولا مارکای مختلفی دارن، کلورکسی داره، گراف داره، موی اصلی داره. قلم تو باید خوب مواظبت کنی. قلم اشکی شماره 8 رو معمولا یا 10 رو استفاده میکنیم، ولی من به هنرجوام همه بچه‌ها میگم بهتره شما از اوایل کارتون با قلم سرتخت کار کنید. قلم سرتخت شماره 10 بچه، این قلم دیر خراب میشه و اگر مواد مثل الان داخلش بمونه خراب نمیشه، ولی قلم اشکیتون زود خراب میشه. سعی کنید از قلماتون مواظبت کنید. من با 2 تا قلم براتون مواد برمیدارم که ببینید بچه. این لیکوید پودر کاشت باید این رنگی باشه، یعنی رنگ بنفش حائل به آبی داشته باشه. لیکوید دندان پزشکی آبی، اگه رفتید بگیرید مواظب باشید. حتما قبل از اینکه مواد گذاری رو شروع کنید هوای قلمتون رو بگیرید. بچه اون حبابایی که داخل، ببینید این حبابا رو میبینید میاد بیرون، این حبابا اینا رو باید ما بگیریم که داخل قلممون هوا نباشه. خب من هر 2 تا قلم رو آماده میکنم که با هر 2 تاش بهتون یاد بدم چجوری مواد بردارید. که نه، مواد باید آدامسی برداشته بشه. یعنی اگر شل بردارید، ببین بچه‌ها بعضی از بچه‌ها میان قلم رو میزنن تو لیکوید همینجوری خیس ور میدارن. ببین این چیه؟ ببین بچه‌ها شله، این هوا میگیره. یا میان قلمشون رو میذارن تو لیکوید و تون خشکش میکنن بچه. این کار باعث میشه که این چیه بچه؟ همشون خوبه. خب ببینید بچه ها، با سرتخت که تراکمش کمه بچه ها، قلمتون که سرتخته 1 بار میزنید به گوده، شیکمش رو نمیزنید، نوکش 1 2. پارو نمیزنم، فرو نمی کنم. ببینید بچه ها خیلی راحت با یه طرف قلم 1 2 موادم رو ور میدارم. ببین بچه ها مواد آدامسی به این میگن که پشت قلم تمیز باشه و آدامسی باشه کامل. ببینید بچه ها کامل برداشته بشه، به این میگن مواد آدامسی. ببینید خب بچه ببینید 1 2 میام، ببینید چجوری 1 2 قلمو میتفونم، به این میگن مواد آدامسی. بچه این دونشو ببینید، موادتون باید دونه باشه. مکس قلمو ببینید کامل مکس میکنم بر میدارم. ببینید وقتی که موادتون آدامسی باشه خیلی راحت میتونید فیکسش بکنید. ببینید بچه ها خیلی راحت من موادم فیکس کردم. ببینید پس خیسی رو میگیرید 1 میل مونده بریشه. ببینید بچه وقتی که موادتون آدامسی باشه کامل با آرامش من موادم فیکس میکنم روی صدف ناخنم. ببینید کامل فیکس میکنم روی صدف ناخنم، خیسی گرفته میشه سر آزاد ناخنم. قلم برعکس و کامل مواد صاف و 1 دستم رو روی ناخن. بچه اگر موادتون رو آدامسی بردارید و کامل فیکس کنید نیاز به سوهان کشی زیاد ندارید. ببینید و تمام.